بز کوهی با آیت الکرسی میتونسته بره اون بالا. این امامزاده ها چطوری رفتن اونجا؟ یا همین امامزاده تو قم وسط پاساژ طلا-فروشی چیکار میکنه؟ این دیگه ورژن جدیده. این مقبره ها واقعی ان ولی امامزاده نیستن. وقتی عربا به ایران حمله میکنن با مقاومت مردم اون زمان روبرو میشن. خیلی از این عربا فرمانده هاشون توی جنگ با مردم کشته میشن. مخصوصا توی شمال ایران عربها خیلی کشته میدن. حالا این مقبره ها دقیقاً مال همون فرمانده هاست که توی جنگ کشته شدن. بعد از اینکه ایران تصرف میشه، عرب ایرانی ها رو مجبور به پرستش این قبرها میکنن. این دیگه با ما ایرانی ها میمونه تا جایی که به اینا میگیم امامزاده. انواع و اقسام مختلفی دارن. امامزاده قرقلی، امامزاده چیشی امام، امامزاده عینعلی و زینعلی و امامزاده گزو. چرا عربستان این همه امامزاده نداره؟ واقعا این دیگه توهین به شعور مردمه. مردم شریف و میهن پرست ایران لیاقت بهترین ها رو دارن. درود بر شرف شما هم میهنان و اونقدر اشتراک گذاری